بنا به اطلاع پژوهشگاه گیولوژی و سیسمولوژی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان صبح 5 فوریه ساعت 9:16 با وقت محلی در قلمرو کشور باز یک زمین لرزه به قید گرفته شد. به گفته این منبع مرکز زمین لرزه در 288 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه و 49 کیلومتری جنوب شرقی اشکوشم در حدود ولسوالی اشکوشم ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده بود. قوه زمین لرزه در مرکز آن 6 بال و در دوشنبه 3 بال را تشکیل داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.